خب مگذاریم اکنون با بازی دیگری که این هفته صورت گرفت. دسته لیورپول حالاکای آگاهی داشت از نتیجه بازی دسته منچستر سیتی و آنها مهمانی دسته ساوثگمپتون شده بودند، یکی از دسته های ضعیف و کمبه‌های مسابقه. ولی طور رفتی بازی نشان داد دسته ساوثگمپتون از نگاه بازی مقابل لیورپول هیچ کمایی نداشت. تنها در آخر باز هم از نو گویم درخشش اولی محمد صلاح که موسم بهترین رو باز از نو سپری کرده است، باعث بر آن شد که لیورپول از سفر با 3 امتیاز برگردد. خب جریان این بازی چگونه بود؟ اگر ما برای مثال به اعتبار بگیریم، در هر 3 گل لیورپول خطاهای انفرادی فوتبالبازان دسته ساوثگمپتون رو قید کردن ممکن. شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که تو این درجه برای لیورپول بازی سفری ضد دسته 20 جدول مسابقه مشکل صورت میگیرد. اگر همون اشتباه‌ها نمی‌بودند، ما فکر می‌کنم که دسته لیورپول شکست می‌خورد. برای چی؟ برای اینکه یک قسم اول کاملی در قسمت دوم تا دقیقه 56 یا تا دقیقه 60 بگیم دسته لیورپول از نگاه تاکتیکی بازی رو می‌باخت. در خط حمله، در خط نیم حمایه، حتی در خط دفاع دسته لیورپول مثلا اون چیزی که من تماشا کردم ما رو همچون مخلص کنه کردن نتوانست. دسته ساوثگمپتون من همونجا برای خود سوال کردم که چرا این دسته مثلا در خانه‌های پایانی جدول قرار دارد. دسته لیورپول رو واقعا به تنگ آورده بود. اما لیورپول رو با یک بازی به خود دادن نمی‌شود، برای اونکه مثلا بعد اومدن آرن سلوت ما گفتیم اکنون بعد رفتن کلوب دسته لیورپول سقوط می‌کند که نه، یک بار اوج گرفت، یک بار خروج کرد، ولی در این بازی واقعا سست بود. بله. خوب اصلا بازی هستند که اگر دو دسته با هم وزن گوناگون داشته باشند به میدان وارد بگردند، یک دسته باید جای خود را درست‌تر درک کرده تواند. برای مثال در همین بازی رقیب برابر وزن با لیورپول ساوثگمپتون بودن نمی‌توانست. اونها بازی برابر تا همون یک مرحله معین نشان دادن توانستند و برای دسته مذکور در ادامه برای مثال بعد دقیقه 50 60 بازی کردن با همون سطح و صفتی که قبلا و با همون سرعت و شدیدی که قبلا داشتن خیلی مشکل بود و دسته‌ای که بهتر آماده است از جهت فیزیکی صفت بازیگران در حلایدگی اینجا به نظر گرفته می شود. این لیورپول بود و لیورپول همون کاری که باید میکرد انجام داد. خاراکتر یک دسته در چنین بازی هم معلوم می شود. برای مثال این انگلی است، در انگل هدرسفیلد هم می تواند منچستر سیتی و لیورپول را شکست بدهد، ویگن هم می تواند شکست بدهد. یک دسته از دیویژن سوم آمده همه را در حیرت مانده می تواند. در انگل چنین بازی ها زیاد هستند، ولی به نظر صرف افرادی من برای مثال دسته ساوثگمپتون برای چی در زمینه‌های پایانی قرار دارد، یک حسابش به احتمال این همین بازی کشوده دسته است، چون که در بازی ما مشاهده میکنیم که با دسته‌ای که نتیجه و گیم که غلبه لازم است اونها بازی خیلی کشوده نشون میدن، یک گل میزنن بعداً 3 گل دیگه به دروازه خود سر میدن. دسته‌ای که باید از تخونه بیرون برآید با قصد نگاه داشتن حساب اگر بازی رو یاد گیرد، برای مثال یک بر صفر بعداً که سیمیون سالو 2014 2016 رو انتخاب کند، نمیدونم 7 دفاعگر ماند باید همین طور باشد. ولی ساوثگمپتون برای مخلصی پسند است، بازی که شد خیلی زیاد گل ولی این به نفع خود ساوثگمپتون است. و در مورد اشتباه‌ها، یعنی اشتباه‌ها هم گیم که ثمره فشار دسته لیورپول بودند. هنگامی که لیورپول پای بسته فشار می آورد مجبور میکرد به همین اشتباه. یعنی اگر برای مثال لیورپول در نیمه میدان خود قرار می داشت و با پرسینگ نمیگذاشت، این اشتباه رو سر نمی‌زدند. نتیجه پرسینگ، نتیجه فشار به اون می‌آورد که یک دستش خطا میکند و یکی از مقصدهای اساسی پرسینگ هم همین است، تو رقیب خطا کنه. ولی شانس عالی ترین دارن برای چمپیون شوی. باید آنها تمام نیروی خود را صرف کنند. باید آنها مقابل دسته‌ای که مثلا در موقع 20 است این خیلی بازی نکنند. آنها کلاس خود را باید نشون دهند. مثلا من با برگشتی منچستر سیتی واقعا باور دارم. من با رودری باور ندارم، نه که با برگشت با پپ گواردیولا باور دارم. من فکر میکنم که یک بازی یا دو بازی پس این دسته حتما که باز با همون این دسته پیشتره خود برمیگرده. باید لیورپول همین چیز رو استفاده برد، یک دو شانس دیگر که دارد با استفاده رو فاصله امتیاز رو باید زیادتر نماید. سیتی دسته‌ای است که میتواند حتی در بازی با خود لیورپول در بازی نوبتی با بازی برگردد. در بازی پرمیر لیگ با پایگاه قهرمانی در بازی بین خودی با لیورپول برگردد. و چیزی دیگری که باید گفته شود این است که ما از موسم قبلی این چیز رو زیادتر مشاهده کرده بودیم. امسال هم با فکرم همین گونه است. بعد از بازی‌های بین‌المللی با شوک دسته‌های منتخب برای لیورپول دوم مشکل است. حتی موسم‌های گذشته یا مساوی یا باخت میشد. بعد از
бозиҳои байналмилалие ки бо иштироки дастаҳои мунтахаб буд. Ин дафъа ҳам ҳамин тавр. Барои мисол бибинед Макалистер, Луис Диас бо сабаби он ки онҳо дар Амрикои ҷанубӣ буданд, баргашта омадан, хело вақти зиёд, қувваи зиёдро сарф кардан, онҳо дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ монданд дар дастаи Ливерпул дар ҳамин бозӣ.